موضوعی که در قلبم هست و دوست دارم در رابطه با اون صحبت کنم، مطمئنم هر کدوم از ما به نوعی در زمانی از این گذشتیم و موضوع خیلی مهمیه. شاید برای من و شما بعضی وقتا کسل کننده باشه، حوصله نکنی، ولی مهمه، ولی تاریخ عوض کرده، ولی راه‌ها و روش‌ها عوض کرده، ولی پادشاهی‌ها عوض شدن، قوانین عوض شدن وقتی کلیسا این موضوع رو رعایت کرده و اون موضوعی نیست جز دعا. ولی من امروز نمیخوام درس بدم یا صحبت کنیم در رابطه با این که چطور دعا کنیم. امروز میخوام یکم در رابطه با این صحبت کنیم که آیا امکان داره که خداوند بعضی وقتا به دعاهای من و شما جواب نده؟ میخوام بپرسم، الان بگین شما. آیا احتمال داره؟ مطمئنین؟ 100%؟ من میگم نه. من میگم نه. خداوند همه دعاها رو جواب میده، ولی بعضی وقتا بعضی از دعاها جوابش نه. و برای من و تو بیا اعتراف کنیم سخت شنیدن نه. مخصوصا برای موضوعی داری دعا میکنی که خیلی برات حیاتیه، خیلی از نظر من و تو مهمه و فکر میکنی اگر خداوند این دعا رو بشنوه و جواب بده چه معجزه هایی، چه تبدیل هایی، چه اتفاقاتی میتونه تو زندگی من و تو بیفته. پس برای این صبح تا شب من و شما دعا میکنیم خداوندا بشنو، خداوندا آرزوی دل من را برآورده کن، خداوند را ببین که در چه شرایطی هستم، خداوندا ببین که چه اتفاقی افتاده، خداوندا برای این برای اون، و دعا میکنیم. ولی بعضی وقتا خداوند میشنوه و اتفاقا این رو بگم خیلی برای دعای من و تو خدا احترام قائله، بر هر کلمش احترام قائله، میشنوه. پس مواظب باشیم که در حضور خدای مقدس، خدایی که در آسمان و زمین از جلالش پره، چی دعا میکنی و از خدا چی میخوای. و یک چیز رو هم در نظر داشته باشیم عزیزان، وقتی به حضور خدا میای برای دعا، برای درخواستت، برای اون چیزی که تو قلبت هست، مواظب باش، چون کلام میگه او خدایی است قدوس. میگه وقتی به حضور خدا میای مواظب باش که چی داری دعا میکنی، چی ازش میخوای و مهمتر از این چی بهش قول میدی. چون زمانی خواهد رسید که من و شما باید به عهدی که با خداوند بستیم وفا کنیم. پس چیزی رو بگم، کاری رو انجام بدم که قادر به انجامش هستم، چون خداوند قادر مطلقه. ولی حالا از این بگذریم. چند بار شده که همین اواخر دعا کردی و احساس کردی یکم طولانی شده این دعا و از خودت پرسیدی چرا خدا جواب نمیده؟ کیا اینطورن الان؟ کیا تو این شرایطن همین الان؟ و اگه صادق باشیم با هم، تو قلبت، حالا نمیگم به کسی گفتی، تو قلبت این احساس اومده که اصلا خدا میشنوه؟ اصلا من براش اهمیت دارم؟ شما چی فکر میکنی؟ میشنوه و اهمیت داری براش. ولی خداوند کلام میگه زمانبندی های من و شما با زمانبندی خدا فرق میکنه. خدا همیشه به دعا جواب میده، ولی بعضی وقتها جوابش نه، و این برای من و تو سخته. و بعضی وقتا هم خداوند میگه هنوز زمانش نرسیده، هنوز وقتش نیست. یک دوستی داشتم از یک دختر خانومی، ایماندار بودن هر دو، خیلی خوشش میومد، دوست داشتن با هم ازدواج کنن.
این دوست من دعا میکرد که خداوندا قلب اون دختر رو لمس کن، یه شرایط ایجاد کن، ما با هم آشنا بشیم. به هر حال این آشنایی و این دوستی خداوندا برکت بده که به یه ازدواج خوب و پر از برکت اتفاق بیفته. و در همین حینی که دوستم داشت دعا میکرد، این دختر از اون شهر نقل مکان کرد، رفت دورتر. این دوستم هم باش راه افتاد به خیال این که من دعا خواهم کرد و این دختر سهم منه. دعا میکنه، اون هم با این دختر نقل مکان میکنه، میره تو همون شهری که ایشون داره زندگی میکنه و بعد از مدتی این دختر با یک شخص دیگه ازدواج میکنه. هر دو ایماندار بودن و این دوستمون خیلی قلبش میشکنه، فکر میکنه خدا داره بهش بازی میکنه. یه جوره اگه بخوام عامیانه بگم شاید بگی مسخره کردی منو، چیکار داری میکنی؟ تو که گفتی همه نیازهاتو میدم، بیاین در حضور من دعا کنین در نام عیسی مسیح، هر چی بطلبی هر چه بخواهی به تو میدم. پس چی شد؟ این همه وقت من دارم دعا میکنم، یعنی اراده تو نیست من ازدواج کنم؟ یعنی اراده تو نیست؟ و این شخص مدتها با خودش داشت کلنجار میرفت. حتی زمانی که این دختر با اون پسر ازدواج کرده بود، این هنوز دعا میکرد. گفتم دیگه برای چی دعا میکنی؟ گفت من ایمان دارم این مال منه. گفتم یعنی از ایشون طلاق بگیره بیاد شما رو با شما ازدواج کنه؟ تا این حد. تا مدتی گذشت، شاید 1-2 سال 3 سال، تا این دوست ما از روح القدس تسلی گرفت. بعضی وقتا من و شما هم وقتی از خدا نمیشنوی، انگار تمام سلولهای بدنت میخواد نسبت به خدا طغیان کنه. چرا گفتی نه؟ چه ایرادی داشت؟ گناه هم که نبود، اشتباه هم که نبود، خلاف کلامت هم که نبود، چرا گفتی نه؟ و من امروز میخوام از یه شخصی مثال بزنم از کلام خداوند که شخص معروفی بود به اسم پولس رسول، کسی که خداوند عیسی مسیح اون رو انتخاب کرده بود برای رسالت خودش. و همین پولس رسول، بیایم با هم نگاه کنیم عزیزان، در رومیان باب 1 آیه 10 و 12 رو با هم باز کنیم. رومیان باب 1 آیه 10 تا 12 رو. پولس رسول این رو زمانی که در قرنتس بود خطاب به رومیان این رو می نویسه و اینطور میگه در این آیات: و استدعا می نمایم که اگر خدا بخواهد سرانجام به نحوی به دیدار شما نائل شوم، زیرا مشتاق دیدارتان هستم تا عطایی روحانی به شما برسانم که موجب استواریتان گردد، یعنی تا من و شما هر دو از ایمان یکدیگر دلگرم شویم. آمین. چه چیزی بدی در این دعا بود، در این نامه؟ تازه اولش هم اگر توجه کنی پولس چی میگه؟ میگه اگر خدا بخواهد سرانجام به نحوی به دیدار شما نائل شوم. و اتفاقی که میفته این هست که از زمانی که پولس رسول این نامه رو برای رومیان می نویسه 3 سال از این نامه میگذره ولی هنوز از پولس خبری نیست. چی شد؟ رسول خدا، کسی که کلام میگه وقتی صحبت میکرد روح القدس، قدرت روح القدس از دهان پولس، از دستان پولس، از طریق پولس چه معجزه هایی که انجام نمیشد. چی شد؟
مگه رسول خدا نیست؟ مگه دعای بدی کرده؟ ولی 3 سال طول کشیده هنوز پولس نرفته به روم. و همین رومیان شاید بعضی وقتا که من و شما توی این تعصبات مذهبی یا بهتره بگم در این فکرها میافتیم که شاید خدا نمیشنوه. و من میگم شاید این رومیان هم به اقتدار و رسالت پولس شک کردند. من و تو بودیم شک نمی کردیم؟ شک می کردم. من شک می کردم. شما رو نمیدونم، شاید شما خیلی شک می کردیم. می گفتیم چه جور رسولیه؟ نکنه دعاهاش انجام نمیشه، هیچی، تعلیماتش هم به درد نخوره. و بعضی وقتا من و شما هم در این فکرها میافتیم عزیزان. بعضی ها میگن من منتظرم تا خدا دعای منو جواب بده بعد میام کلیسا. این برای خدا کار نمیکنه. خدا اینو بده به من بعد من میام کلیسا. بده بستون میکنیم با خدا. اگه اینو دادی منم میام کلیسا. فراموش میکنم که من با کی طرفم. بابا خداست، آسمان و زمین در دست اوست. نگاهش رو از روی من برداره، یه اینجوری چشمشو بچرخونه، من اصلا آب میشم، نابود میشم. اگه زنده‌ام فیض اونه که زنده‌ام. بعد میشینم با خدا اگه اینو دادی من تو رو خدمت میکنم. اونم میگه نمیدم. چرا؟ چون باید یاد بگیری اطاعت کنی. متاسفانه عزیزان دنیا هر روزم بدتر میشه و اینقدر همه چی داره سریع اتفاق میفته که من و شما هم بعضی وقتا به اشتباه فکر میکنیم پس الان که همه چی فست فودیه، از این طرف بری از این طرف اوردر بدی، بیا یکم جلو بگیری دستت، یکم جلوتر ساندویچتو گاز بزنی. بعضی وقتا ما فکر میکنیم کلام خدا هم اینطوریه، فست فودیه. ولی کلام اینطور نیست. این کلام همون کلامه که 2000 ساله داره موعظه میشه. خدایی که این کلام رو گفته و دمیده و صحبت کرده همون خداست. هیچی عوض نشده، روشهاش هم عوض نشده. چون بعضی ها میگن الان دیگه توی این قرن 21 اون جور که رسولان و کلیسای قدیم رهبری میکرد الان جواب نمیده، بیایم یه جوری دیگه انجام بدیم. و این نه فقط در رهبری کلیسا بلکه در روابطمون با خدا و در دعاهامون هم تاثیر میذاره. و بعضی وقتا ما مثل طلبکارا میایم حضور خدا، بده، اینو میخوام، اونو میخوام، ازدواج بکنم، بچم اینجوری بشه، تحصیل بکنم. استاپ. چند بار شده عزیزان که من و شما در موقع دعا وقتی دعا میکنیم یک لحظه استاپ کردی و فکر کردی که خب اینو گفتم، آیا چیزی هم گفتم که مربوط به ملکوت خدا باشه یا نه؟ چند بار به این فکر کردیم؟ چند بار به این فکر کردی؟ اکثرا فکر نمی کنیم عزیزان. این خاصیت انسانه، این خاصیت من و شماست. فراموش میکنیم. و پولس رسول در اینجا میبینیم که وقتی اون نامه رو برای رومیان مینویسه که اگر خدا بخواهد به دیدار شما بیام و با این دیدار یک جوری باعث برکت همدیگه بشیم و ایمان همدیگه رو تقویت کنیم. ولی جالبه، آیا شده، یه سوال جالب بپرسم، آیا شده برای یه موضوعی دعا کردی
ولی بدترش اتفاق افتاده. یعنی فکر کردی ای کاش دعا نمی کردم. شده نه؟ گفتی ای کاش دعا نمی کردم، همینجوری داشت میرفت جلو، خیلی بهتر بود. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون وقتی دعا میکنی، وقتی در قلبت خدا رو صدا میزنی و از او درخواست داری، دنیای تاریکی نمیتونه تحمل کنه. برای همین هر کاری میکنه که به من و تو ثابت کنه که بابا خدایی نیست. بابا خدا نیست. کو خدا؟ خودت خدای زندگی خودت هستی. همه چی هم تو همین دنیاست. ببین همه چی. نه آخرتی هست، نه آسمانی هست. بابا اینا یه عمر درست کردن برای خودشون، یه سیستمی رو درست کردن. و شریر هر کاری میکنه که من و شما دل سرد کنه. من به دخترم و به پسرم آبیل و آبریلا میگم اگر هر چیزی میخواین شبا که میرین بخوابین، هر چیزی که میخواین به خداوند بگین، به عیسی بگین. یه بار آبریلا به من گفت آخه بابا چقدر دعا کنم، یه هفتهش دارم دعا میکنم هیچی نداده به من. راست میگه بچه. گفتم دعا کن، در زمان مناسبش بابا جان خداوند میده. کی اون زمانش؟ چقدر من و شما اینجوری بودیم؟ بابا دعا کردم بدتر شد. دعا کردم همکارم اخلاقش خوب بشه، رفتارش با من، رفتم سر کار دیدم اصلا لجش گرفته با من. اصلا اون یه چایی هم که می نشست بغلم نمیخوره دیگه، اونم رفته توی اتاق دیگه ای. چون در دعای من و تو قدرت هست. چون وقتی زانو میزنی شیطان بلند میشه. و پولس خداوند آخر براش مهیا کرد که به روم بده. ولی اجازه بدین مسیرش رو نگاه کنیم با هم که بعضی وقتا این مسیر دعای من و توست. دعایی که انجام میدی، آمین میگی، بلند میشی به خیال اینکه اون چیزی رو که میخوام دقیقاً اتفاق میفته. ولی پولس این دعا رو میکنه، این نامه رو میفرسته برای رومیان و در ادامه چه اتفاقی میفته؟ پولس به جای اینکه از قرنتوس مستقیما به سوی غرب یعنی به سمت روم حرکت کنه، به جهت مخالفش میره اورشلیم، برعکس میره. ما در این درس‌های بایبل استادی اتفاقا این چند تا بابی که داریم تدریس میکنیم در همینجا هستیم. و پولس میره اورشلیم که قبلش هم بهش گفتم پولس نرو اونجا دستگیرت میکنن، ولی پولس میگه من باید اراده خدا رو انجام بدم. سپس در اورشلیم دستگیر میشه و نزدیک بود کشته بشه. میخوام مسیر دعاش رو با هم بررسی کنیم. نزدیک بود کشته بشه. بعداً مقامات رومی اون رو از جاده کوهستانی نزدیک به 60 مایل دورتر از اورشلیم به یک شهر ساحلی به اسم قیصریه میبرند. تمام اینها داره برعکس اون مسیر میره که پولس دعا کرده و نامه فرستاده. و در ادامه کسی که باید او را محاکمه کنه انتظار دریافت رشوه داره که بتونه پولس رو آزاد کنه. به خاطر همین پولس به مدت 2 سال اونجا میمونه بلا تکلیف. چقدر شده که من و شما دعا کردیم ولی بلا تکلیف احساس کردی، بلا تکلیف موندی. 2 سال پولس بلا تکلیف بود. من با عزیزانی هفته پیش صحبت میکردم. ببخشید ایسی روشن اینجا، خیلی گرمم شد. عزیزانی صحبت میکردم هفته پیش که میگفتن بله برادر ادوین ما خیلی وقت اقدام کردیم برای پناهندگیمون، هیچ خبری نشده. یه نفر به من گفت 5 سال منتظرم. یه نفر به من گفت 4 سال منتظرم. اون گفت 2 سال منتظرم. یک حالت بلا تکلیفی بعضی وقتا در زندگی من و تو پیش میاد و همین بلا تکلیفی کم کم باعث سردی من و تو میشه و باعث میشه شیطان از این استفاده میکنه برای دلسرد کردن من و شما و عوض کردن دید و ایمانت نسبت به خدا.
و اگر من و شما هوشیار نباشیم عزیزان، اگر مثل تاک، مثل اون شاخه تاک به بدنه تاک که عیسی مسیح وصل نباشم، دیر یا زود میافتم. مگه من کیم؟ پولس میگه آن که قائم است با خبر باشد نیفتد. و در ادامه 2 سال در اونجا پولس منتظر محاکمه میمونه و بعدش پولس رو روانه روم میکنن. به روم میخواد بره. در طی مسافرت دریاییش در دریای مدیترانه کشتی حامل پولس یک کشتی عادی هم نبود، یک کشتی مسافربری هم نبود. کشتی داشتن پولس رو میبردن که توش حامل تمام زندانیا بودن. و در ادامه این کشتی دچار طوفان میشه و در نزدیکی جزیره مالت شکست کشتی میشه. کشتی که پولس با اون داشت میرفت. و بدتر از اون وارد جزیره‌ای که میشن، کلام میگه یه مار سمی پولس رو نیش میزنه. من و تو باشیم چی فکر میکنی؟ دعا کردی زندگیت خوب بشه، آروم بشه. دعا کردی بچت قلبش نرم بشه. دعا کردی خدا کارت رو برکت بده. دعا کردی ازدواج کنی. دعا کردی خدا شفات بده. ولی بدتر داره میشه. انگار مسیری که من تو ذهنم داشتم موقع دعا خیلی فرق میکنه با اون چیزی که داره الان اتفاق میفته. و میدونین عزیزان اینا برای چی هست؟ بیایم به آیه بعدی نگاه کنیم. رومیان 5:3-4. رومیان باب 5 آیه 3 و 4. اینطور میگه کلام خداوند: نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر میکنم، زیرا میدانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد. میتونی بگی امید؟ امید که این روزا متاسفانه خیلی ها ندارن یا تظاهر میکنن امید دارن، ولی وقتی به صحبتاش گوش میکنی، وقتی به زندگیش نگاه میکنی، وقتی به راه و روشهاش نگاه میکنی، میگی بابا این اصلا امید نداره، این اصلا تعطیله. پس سختی ها به خاطر رشد شخصیت من و شماست عزیزان. خداوند میدونه که من و تو چی میخوایم، ولی تا زمانی که اون رو به من و تو بده و عطا کنه، من و شما نیازه که برای رسیدن به اون آماده بشیم. شاید اگر الان اون کار رو برای من انجام بده و من برسم به اون جواب دعام، همون جواب دعا منو از خدا دور کنه. چند بار شده برای شما که خداوند به دعات پاسخ نداده و بعد از مدتی گفتی خدا رو شکر که خداوند جواب نداد، خدا رو شکر که اینی که میخواستم نشد. شده نه؟ و خداوند آینده رو میبینه عزیزان. مایوس و نگران نباش. و در ادامه پولس بعد از تمام این اتفاقاتی که میفته، خداوند پولس رو نجات میده و نهایتاً زمستون هم در همون جزیره مالت میمونن و در بهار همون سال پولس به روم میرسه. و پولس 2 سال رو در حالی که در خونه خودش تحت مراقبت بود، اونجا شروع میکنه به تعلیم دادن.
تعجب نمی کنی؟ خدا برای هدایت شخصی مثل پولس که در ملکوت خودش اهمیت زیادی داشت، چرا اینطور طریق عجیبی رو به کار میبره؟ چرا باید بره غرب میره شرق؟ چرا 3 سال دعاش طول میکشه؟ چون خداوند چیزی رو میدید و میدونست که پولس نمیدونست. بعضی وقتا خداوند به دعای من و تو نمیگه، چون خداوند چیزی رو میبینه که من و شما نمیبینیم. عزیزان، بیایم اعتراف کنیم که خیلی وقتا من و شما به ظاهر نگاه میکنیم. به ظاهر نگاه میکنی و به ظاهر میگی چقدر عالیه، خدا رو شکر، من همین خونه رو میخوام، خیلی هم محله خوبیه. و میخری، 3-4 ماه میگذره، همسایت شروع میکنه بلایی سر آدم میاره که مجبور میشی خونه رو بفروشی و بری از اونجا. اتفاقا 2 روز پیش با یه عزیزی صحبت میکردم، شنیدم که همچین کاری کرد. ایشون البته نگفت که دلیلش چی بود، ولی من حد زدم که احتمالاً چون اریایی که بود میشناختم، گفتم احتمالاً همسایه‌ها یه بلای سرش آوردن، این مجبور شده خونه رو بفروشه و بره. چون خداوند میبینه، چون خداوند میدونه وقتی این رو به من بده چه اتفاقی برای من میفته. پس به جای این که وقتی خدا نمیگه، وقتی احساس میکنی جواب دعات داره طولانی میشه، به جای این که بخوای خدا رو سینجین کنی، سوال جواب کنی، دنبال جوابش باشی، این رو از خودت بپرس: الان چه کار باید بکنم؟ به جای این که بگی خداوندا چرا نمیشنوی، چرا نمیدی، چرا ندادی، چرا انجام نشد، بگو خداوندا چه کار باید بکنم. همیشه عزیزان، من و شما باید یاد بگیریم در زندگی مسیحیمون که خودمون رو زیر دست خدای قادر مطلق فروتن کنیم. خیلی چیزها هست که من و شما خوشمون نمیاد. من گفتم بارها، بعضی وقتا ایمانداران حتی میترسن در دعاهاشون بگن خداوندا اراده تو انجام شود. نمیگن، بعضیا نمیگن. میدونین؟ چون میترسن اراده خدا با اون چیزی که خودش در ذهنش تصور کرده و میخواد فرق کنه. برای همین بعضی وقتا بعضی از دعای ایمانداران آخرش مثل فیلمای ایرانی بازه. آخرش هم نمیفهمی چی شد. دیدین بعضی فیلمای ایرانی نمیفهمی، یه دفعه تموم شد. بابا چی شد؟ اینا تازه به هم رسیده بودن، یه دفعه همه آشتی کردن با هم، همه چی خوب شد. 30 قسمت داشتن همدیگه رو میکشتن. بعضی وقتا دعاهای من و شما اینطوره. و این رو بدون، خداوند حتی از خود من هم بهتر میدونه که چه چیزی به صلاح منه. بعضی وقتا من و شما شاید این غرور به من دست بده که بگم دیگه خودم که خودم رو خوب میشناسم، میدونم کیم. نمیشناسی. کلام میگه نمیشناسی. خداونده که فقط من و شما رو میشناسه. و در ادامه تمام این نگفتنها، اگر در شرایطی هستی که خداوند جواب دعات طول کشیده یا احساس میکنی خداوند خیلی وقت بهت جواب نه رو داده، عزیزم، کلام خداوند به ما یاد میده که در سختی ها باید فخر کنیم. چرا؟ چون سختی ها بردباری به بار میاره. تحمل منو سختی بیشتر میکنه. عزیزان، انسان خاصیتش یک جوریه که اگر در سختی نباشه به سمت خدا نمیاد. و خداوند این رو نمیکنه به خاطر اینکه
بخواد من و تو رو اذیت کنه، یا به قول معروف میگیم طرف مردم آزاره. نه، بعضی وقتا ما این فکر رو میکنیم درباره خدا. خداوند این رو به خاطر این انجام نمیده که منو بخواد زوری بیاره به حضورش، یه چوبم بگیره دستش بگه بشین اینجا. نه. پدری که عاشق، پدری که من شناختمش این کارو نمیکنه. درست خدای عادله، خدای قدوسه، ولی خداوند میخواد به من و شما درس زندگی و درس مقاومت کردن در سختی‌های زندگی رو بده عزیزان. بعضی وقتا خداوند اجازه میده به عمد یک اتفاقی بیفته که به خود من ثابت بشه که من کیم. چون تا موقعی که اون اتفاق نیفتاده بود من فکر میکردم خیلی شخصیت نایسی دارم، خیلی روحانی، خیلی لباخندان، با محبت، چه شخصیت روحانی. ولی تا یه اتفاقی میفته که باب میل من نیست، من و شما اونجا خودمون رو نشون میدیم. پس غمگین نباش، ناامید نباش. و کلام میگه برباری که من و شما در سختی ها به دست میاریم شخصیتمون رو میسازه. شخصیت من و شما باید ساخته بشه عزیزان. من و شما قرار نیست تا آخر عمر، تا موقعی که زنده ایم، شیرخواره بمونیم. من و شما باید زمانی برسه که گوشت روحانی بتونیم بخوریم. زمانی باید برسه که من و شما بتونیم امور سنگین روحانی رو درک کنیم عزیزان. نه اینکه با یه هر بادی که میاد سری قهر کنم برم یه گوشی، نه من دیگه نمیام، من دیگه برادر ادوین ببخشید من دیگه نیستم. چرا نیستی؟ چرا دعوتت رو دست کم میگیری؟ چرا صدای خدا رو دست کم میگیری و بی حرمت میکنی؟ به خاطر یه جواب دعا؟ مگه نمیگم خدا رو شناختم؟ پس این چه شناختیه که هنوز نمیدونم پدرم که در آسمانه همیشه خیریت منو میخواد؟ و در آخر پولس وقتی به روم میرسه و شاید این سوال پیش بیاد که چرا خدا درخواست پولس رو برای رفتن به روم بلافاصله اجابت نمیکنه، به خاطر خطراتی بود که خداوند اونها رو میدید که قرار هست در روم اتفاق بیفته. وقتی پولس در سال 61 میلادی به روم میرسه، مدت 2 سال انتظار میکشه که بره به حضور نرون امپراتور وقت، و در سال 64 میلادی جفا بر علیه کلیسای روم شروع میشه و رومی ها شروع میکنن به جفا کردن به کلیسای خداوند و اونها رو با اتهامی که در روشون گذاشته بودن شروع میکنن به صلیب کشیدن. و در تاریخ یوسفوس میگه بعضی جاها سرداران رومی مسیحیان رو روغن میمالیدن و اونها رو آتیش میزدن. و پولس داره اینها رو نگاه میکنه. و شما این رو فکر کنیم الان که پولس از اون سختی ها نمیگذشت. پولس اون اتفاقات براش رخ نمیداد. پولس از اون فراز و نشیب ها نمیگذشت. الان چطور میخواست پولس باعث دلگرمی و دلداری کلیسای خداوند بشه عزیزم؟ در جایی که هستی اگر فشار روت، اگر جاش تنگه، اگر سخته، اگر گریه و اشک در میاد، اگر فشار روته، بدون که از جایی که داری میگذری زمانی خواهد رسید
اشخاصی رو که خداوند در سر راه تو قرار میده، همین تجربه و موقعیت تو میتونه شهادت مبارکی باشه برای نجات خیلی ها. اگر پولس از اینها نمیگذشت، چطور میتونست برای کلیسای روم که دارن ایمانداراشو آتیش میزنن باعث دلگرمی باشه؟ خب پولس با اینا باید صحبت میکرد دیگه، باید دردشو درک میکرد دیگه، باید میفهمید این از کجا میره، چی کار میکنه، چی میکشه. من باید امروز درد مردم رو درک کنم. اگر توش نباشم، اگر خودم نگذشته باشم، چطور میخوام بگم عزیزم من دارم درک میکنم چی میگی؟ منم از زمین گذشتم. وقتی یک مهاجر میاد با من درد و دل میکنه، میگم منم مثل تو بودم. با یه بچه 1 سال و نیم تو یه کشور غریب، هر لحظه چشمام رو سایت، هر شب نگاه میکردم. مگه خادم خدا نبودم؟ چرا خدا به دعای من زود جواب نمیداد؟ خدا هدف داره. من و شما دعوت نشدیم عزیزان که خواسته هامون رو بیاریم به حضور خدا، بگیریم تون تون بریم دنبال کار خودمون. نه، خدا باهات کار داره. باز هم میگم خدا باهات کار داره. پس در جایی که هستی، اگر سخته، اگر نفسگیره، اگر تنش زیاده، اگر بعضی وقتا باعث ناامیدیت میشه نسبت به خداوند، پولس رسول رو به یاد بیار. کشتیش غرق شد، تو آب افتاد، تو اقیانوس افتاد پولس. مار نیشش زد. پولس چیکار کرده بود؟ بعضی وقتا من و شما سری فکر میکنیم نکنه خدا منو دوست نداره، نکنه من بنده گناهکارشم. اول از این که عزیزان، کسی که به عیسی مسیح به عنوان خدا و نجات دهنده ایمان داره بنده نیست. لطفاً نگو دیگه بنده. اگر به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اون رو پذیرفتی، تو فرزند خوانده هستی، تو هم ارث با عیسی مسیح هستی. هاللویا. تو مال خداوند هستی. پس چطور میشه پدری که محبت، پدری که قادر مطلقه، بخواد حالا مثلا یه پامو اینجوری کج گذاشتم بگه آها الان نوبت منه، ببین چه بلایی سرت بیارم. اینو میخوای؟ آره؟ حالا یه 5 سال بدوی حالت جا میاد، یه 2 تا کلاه سرت بذارن که دیگه بهتر میشه. نه عزیزان، خداوند هر کاری که با من و شما میکنه به صلاح من و توه. حتی سختی ها، حتی اگر مثل عیسی مسیح توف تو صورت من میندازن، صلاحشو خدا میدونه. من اون موقع شاید درک نکنم. خداوند چرا این بلا داره سرم میاد؟ چرا این اومده گریبان منو گرفته؟ نمیدونم خداوندا، ولی یک چیز رو میدونم، تو صلاح منو بهتر میدونی. من فکر میکنم اینه صلاح من فکر میکنم اگر اینطور بشه خوب میشه، اتفاق خوبیه. ولی تسلیمم، اراده تو انجام شود. جرأت کن در حضور خدا با فروتنی زانو بزنی و بگی اراده تو انجام شود. خواستت رو بگو، اتفاقا دقیق هم بگو. دقیق. ببین در دعا ما بعضی وقتا کلی دعا میکنیم. خدایا من اینو میخوام، مثلا بگم خدایا من یه خونه میخوام، کلی. خب چه خونه ای میخوای؟ چند تا اتاق خواب میخوای داشته باشه؟ آیا میخوای پول داشته باشه یا نداشته باشه؟ چه جوری باشه؟ چه سبکی باشه؟ دیتیل رو بگو به خدا، نگو اون خدا میدونه. ولی در آخر چی بگو؟ اراده تو انجام شود. پولس با عیسی مسیح راه میرفت، ولی اول جملهش چی میگه؟ میگه اگر خواست خدا بود من میایم به دیدار شما و باعث برکت همدیگه خواهیم بود. و آخرین آیه، با این آیه تموم میکنم.
رومیان باب 8 آیه 18 تا 39 هست. البته تمام این آیه رو نخواهم خوند. باب 8 آیه 18. در نظر من رنج‌های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است. هاللویا. این چه جلالیه! خدا میگه این رنجی که الان داری میکشی توشی این هیچه در مقابل اون جلالی که قراره ببینی، قراره تو شرکت کنی، قراره از طریق ایمان به عیسی مسیح در اون جشن بره حضور داشته باشی. زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت تسلیم بتالت شد، نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. و در آیه 26 رو نگاه کنیم با هم، خیلی زیبا میگه و روح نیز. این میدونی کجا به درد میخوره؟ وقتی میای در دعا ولی نمیدونی چی باید دعا کنی، نمیدونی چطور باید دعا کنی. و در آیه 26 چی میگه؟ و روح نیز در ضعف ما به یاریمان میآید. روح کدومه؟ چرا شک دارین عزیزان؟ بلند؟ روح القدس. و روح نیز در ضعف ما به یاریمان میآید، زیرا نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله‌های بیان نشدنی برای ما شفاعت میکند. هاللویا. شکر برای روح القدس. میگه حتی بعضی وقتا انقدر من و تو درمانده میشیم زیر اون فشاری که رومون هست که دعا کردنت نمیاد، نمیدونی چه کلماتی بیان کنی برای دعا برای اون موضوع. میگه روح القدس به کمکت میاد. پس روح القدس رو دریاب، هر روز دعوتش کن، هر روز اجازه بده روح القدس تو رو پر کنه و سعی کنیم رفته رفته طبق کلام خداوند هر روز از جلال به جلال در شناخت خداوندمون عیسی مسیح رشد کنیم عزیزان، چون خداوند با تو کار داره.